اگر که تولید کننده محتوای یوتیوبی به خصوص باشین، یکی از سوالات رایج و مشکلات رایج دانلود موزیک هایی بدون کپی رایته و حتما از خودتون پرسیدین چه منابع رایگان خوبی میتونه برای این موضوع وجود داشته باشه. این ویدیو میخوایم دقیقاً 5 سایت رایگان بسیار جذاب و خوب برای این موضوع معرفی کنیم. سایت اولی که میخوایم معرفی کنیم سایت freesound.org هست. سایتی که داریم سرچ میکنیم در صفحه اول خیلی دستبندی به ما نمیده، اما اگر بریم داخل بخش ساوندز، البته سرچ رو به ما میده ها، میتونیم از اینجا سرچ کنیم، ولی تو بخش ساوندز که بریم ما میتونیم ژانرهای مختلف، تگ های مختلف رو اینجا داشته باشیم، یا اینجا کاملا گفته برای توزیع کننده ما لایسنس های توزیع کننده رو داشته باشیم. چیزی که ما بیشتر نیاز داریم اتریبیوشن، اگر اشتباه تلفظ نکنم، برای این بخش لایسنس این بخش رو میخوایم. وقتی این بخش رو میزنید موزیک های این بخش اجازه استفاده داخل پلتفرم هایی مثل یوتیوب، پلتفرم هایی که توزیع کننده تولید محتوا هستن، توزیع کننده محتوا هستن یا تولید کننده محتوا هستن، شما میتونید این موزیک ها رو دیگه خیالتون جمع باشه که قابلیت استفاده رایگان رو دارن. تایپ های مختلفی رو هم داره و میتونید از تایپ های مختلف حتی کیفیت های مختلف دانلود کنید و این قابلیت رو به شما میده و حتی حالا پک های مختلفی رو از موزیک ها در اختیارتون میذاره که این هم در نوع خودش خیلی میتونه خوب باشه. حتی بیت ریت و عمق صدا و اینها رو هم در خدمتتون میذاره. سایت بعدی سایت audionautics.com هست. این سایت هم سایت رایگانی هست که برای شما در اختیار میذاره که بتونید رایگان دانلود کنید، اما باز هم میگم قوانین این سایت ها بسیار مهمه که شما با چه قوانین این موزیک رو میتونید استفاده کنید. شما باید برای هر سایتی برید جستجو کنید، سرچ کنید، ببینید که قانون کپی رایت رو چجوری برای شما در نظر گرفته و وقتی که سرچ میکنید در نهایت به اون نظری که نسبت به اون سایت هست و محتواهایی که اونجا گذاشته شده میرسین. تا جایی که میدونم، حالا من دیگه خیلی نمیتونم بین اینها سرچ کنم، شاید حالا خودتون میتونید باز یه چک بکنید. این سایت ها، حالا به خصوص این سایت دارم صحبت میکنم، رایگان برای استفاده های سوشال مدیا مثل یوتیوب میتونه باشه. ممنون میشم تا اینجا که اگر من رو دنبال کردین این ویدیو رو اگر راضی بودین لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بعد از اینکه ما رو سابسکرایب کردین حتما بزنید و نظر خودتون رو نسبت به ویدیوهای اینطوری حتما بنویسید. اگر که براتون مفید بوده میتونیم ویدیوهای این سبکی رو بیشتر داشته باشیم. سایت بعدی سایت bensound.com هست. یکی از بهترین سایت های دانلود رایگانه. بسیار میتونه منبع خوبی باشه و شما میتونید برای اینکه متوجه بشین که در چه موردهایی میتونه برای شما خوب باشه، براوز موزیک رو که بزنید، اول از همه فری موزیک آنلی رو میزنید. خب اینجا اومده توضیح داده که no copyright claim, free to use with attribution, safe for YouTube، یعنی برای یوتیوب هم میتونید استفاده کنید، کاملا سیفه. و حالا این بخش فری میوزیکه، اینو در نظر بگیرین. اما چجوری رایگان میشه؟ شما وقتی که یه موزیک رو پسندیدین، حالا به طور مثال من این موزیک رو انتخاب کردم، فری دانلود رو که میزنید برای شما توضیح میده که برای چه چیزهایی رایگانه. ببینید برای یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام الی آخر، اما برای پادکست اوکی نیست، برای درست کردن یک صدا اوکی نیست، میکس کردن یک موزیک نباید استفاده بشه و یک کتاب صوتی هم نباید استفاده بشه. پس استفاده های تجاری اینطوری رو قبول نداره و اگر شما بیان این رو استفاده کنیم، یوتیوب عذرخواهی میکنم، اون پلتفرم میتونه کاملا حق رو به سایت بده و حق رو به شما نمیده. اما اونجایی که کار شما رو توی یوتیوب حل میکنه چی هست؟ استفاده از اتریبیوشن تکست هست.
حالا داخل ترم آف یوز هر سایتی هم برین این قوانین رو به شما گفته و قطعا باید مطالعه کنید اگر که مشخص نیست، چون یه سری سایت ها مشخص نیستن مثل این سایت بن ساوند. اما این اومده چه کار کرده؟ وقتی که دانلود رو میزنید این موزیک داره دانلود میشه، راهنمایی میکنه، میگه برای اینکه کپی رایت شما رفع بشه، چون کپی رایت میخورین، اصلا نوعش اینجوریه یوتیوب، کپی میکنید این متن رو و این متن داده میشه به بخش دیسپیوت و لایسنس یوتیوب. باز هم تاکید میکنم این بخش داخل یوتیوب میاد که کپی رایت میخوره. در هر صورت موزیک هایی که از خود لایبرری یوتیوب نباشه کپی رایت میخوره. منتها شما باید چه کار کنید؟ کپی رایت میخوره حتی اگر سایت پولی باشه و شما موزیکش رو دانلود کرده باشین. یه سری سایت ها هستن که مستقیم وصل میشن به یوتیوب شما که اون دیگه اصلا بحثش متفاوته. بازم گیرهایی وجود داره ها، باز کپی رایت میخوره، احتمالاً با لایسنس بهش بدین و الی آخر. منتها راحت ترین کارش چیه؟ شما متن لایسنس رو داشته باشین، متن تکست توضیح اینکه این موزیک من لایسنسش رو دارم و لایسنسش رایگانه رو دارم در خدمتت میذارم و یوتیوب چک میکنه، ربات ها چک میکنه و در نهایت بعد از ساعاتی یا بعد از چند روز حتی شاید تحویل شما میده، یعنی کپی رایت رو برمیداره. سایت بعدی سایت ناماشناییه، سایت پیکسبی که برای کارهای مختلف عکس، تصویرسازی، وکتور، ویدیو، ساوند افکت و گیف استفاده میشه. ما بخش موزیکش رو کار داریم. ما قبلا ویدیوهایی در مورد فوتیج های رایگان یا حالا برای بیرول ها شما میتونید استفاده کنید، ویدیو داشتیم و میتونید اونها رو چک کنید. سایت های معتبر خوبی برای فوتیج های رایگان کاربردی هستن، یکیش قطعا همین پیکسبی هست. خب اینجا باز شما بخش ادیتورز چویس رو دارین که خب به موزیک های مناسب ادیتوری اینجا اومده توضیحاتی داده برای پلیلیست های رایگانی که لایسنس رایگان در اختیارتون میذارم. برای اینکه بهتر متوجه بشین میتونید اینجا کانتنت لایسنس رو پیدا کنید. اینجا هم توضیح داده که برای چه کارهایی نباید استفاده بشه و اینا رو دیگه خودتون میتونید ترجمه کنید و متوجهش بشین. خب اینجا توضیح داده که این میتونه استفاده بشه و اینجا میتونید دانلود کنید لایسنس رو، فقط کافیه که وارد اکانت خودتون بشین. الان نمیدونم چرا وارد نمیشه، اینترنت هم امروز یه خورده مشکل داره البته. اما سایت بعدی سایت میکس کیت هست که یکی از سایت های معتبر هست که باز قبلا معرفیش کردیم. بخش های مختلفی داره ویدیو، اما ما بخش موزیکش رو میخوایم استفاده کنیم. خب باز هم این بخش هم میتونه شامل این بشه که من چک کنم ببینم که لایسنس به چه شکلی هست. ببینید من الان موزیک لایسنس رو بزنم، به من گفته که برای پادکست اجازه داره، برای سوشال مدیا اجازه داره، برای یوتیوب هم اجازه داره و چیزایی که اجازه نداره ویدیو گیم، سی دی و دی ویدی و رادیو، برودکست، اینجوریه. خب پس من این سایت رو هم دارم برای استفاده رایگان از موزیک و دانلود رایگان میتونم داشته باشم. میبینید اینجا دانلود میشه و در نهایت حالا احتمالاً وارد اکانت بشم به من لایسنس رو هم خواهد داد. پیشنهاد من این هست که سایتی رو اگر پیدا میکنید که رایگان در اختیار میذاره برای شما، حتما لایسنس داشته باشه، حتما سرتیفیکیت به شما بده، تکست بده. چرا که شما در نهایت از یوتیوب یا به یوتیوب باید متنی رو تحویل بدین و تکستی رو تحویل بدین که نشون بدین که شما اجازه استفاده از این موزیک رو دارا هستین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما بودم.